روز شنبه 18 دکبر هواداران گشتی یک حربه شاهد نخستین سبقت تاریخی شدند که سازمان دهندگان آن را مسابقه کارجیتسو و یا گشتین در داخل ماشین مینامند. این سبقت در مسکو برگزار شد و بازی از دو دور عبارت بود. رقیبان با نوبت در کرسی راننده و یا مسافر نشسته با هم مبارزه میکنند. دمیتری سرگیف شرکت خود را در سبقت مذکور این گونه توضیح داد. من میخواستم برای خودم چنین ماشین بخرم و در همین شکل آن را آزمایش کردم. برایم بینهایت پسند آمد. برگزار کننده سبقت ویکنتی میخیف گفت که گشتیگیران هنگام زورآزمایی میتوانند تجهیزات ماشین را استفاده برند. خود میخیف دارنده کمربند سیاه آید به جیوجیتسو می باشد. استفاده کمربند ماشین نسبت بالاپوشی که معمولا استفاده می شود ثمرناک و قلع می باشد، زیرا تسمه ماشین را حتی وقتی بسته بودنش هم خیلی دراز گذراندن ممکن است. مربی و بلاگر لئونید گاتوفسکی که صاحب کمربند سیاه آید به جیوجیتسوی برزیلیایی هست میگوید که ورزش‌های عنعنوی بعضاً به نوسازی احتیاج دارند. برای نفری که در بالاست آسان‌تر است، زیرا در بین کرسی‌ها و زیر رول ماشین بعضی چقوری‌ها موجود می‌باشد. در نتیجه کسی که در بالا قرار می‌گیرد پیوسته تیله می‌دهد. علاوه بر این در آنجا اکسیژن نمی‌رسد و وقتی شخص را با زانو و وزن خود زیر می‌کنید، کسی که در پایین است براش خیلی دشوار می‌شود. درباره اعتراف بین المللی کسب کردن این نوع مبارزه و یا تشکیل شدن فدراسیون کارجیتسو ظاهراً برای کامیاب شدن در آن باید بر رقیب و احساس ترس پیروز شد.